We are beautiful. پس همیشه این فعل رو باید یاد بگیریم و فعل اصلی رو جلوش بذاریم و جمله سازیمون رو راحت تر بکنیم. حالا برای آی با ام میاد ولی فعل اصلیش ایزه. نمیتونیم بگیم I am are برای مجموعه است. باید بگیم is که برای یک چیزه. پس میگیم I am is beautiful. من خوشگل هستم. بریم چند تا مثال بزنیم. بچه ببینید kind به معنای مهربونه. میخوایم بگیم اون پسر خیلی مهربونه. چی میگیم؟ he is kind. ببینید he رو گذاشتیم، ایزم گذاشتیم، فعل اصلی he is kind. به راحتی جمله سازی کردیم. میخوایم بگیم من مهربونم. دیدید گفتم این نکته کلیدیشه. آی با ام میاد ولی فعل اصلیش ایزه، چون یه نفره، من یه نفرم. پس چی میشه؟ I am is kind. حالا are. We are kind. You are kind.